سلام. این سومین گزارش تصویری سامانه رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره است. با تشکر فراوان از نظرات و پیشنهادات سازنده شما در سامانه رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره، گزارش ویدیویی خرداد ماه سال 1393 رو خدمت شما تقدیم میکنیم. روزهای آغازین خرداد ماه همزمان بود با عید سعید مبعث پیامبر اکرم. به مناسبت این عید فرخنده و مبارک، فعالیت صندوق قرض‌الحسنه دانشجوی امام رضا علیه السلام، عالم آل محمد، در رایزنی علمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در هندوستان به صورت رسمی آغاز شد. این صندوق با هدف حمایت از فعالیت‌های علمی دانشجویان برتر ایرانی و نیز کمک به دانشجویان ایرانی که با شرایط اضطرار مالی مواجه می‌شوند تأسیس شده است. اطلاعات کامل این خبر و شرایط واگذاری وام رو میتونید در متن کامل خبر در قسمت آرشیو مطالعه بفرمایید. در روز 7 خرداد نتیجه انتخابات 30مین دوره از اتحادیه انجمن‌های اسلامی اعلام شد و جناب آقای حیدری به عنوان دبیر اتحادیه و آقای عزیزی به عنوان مسئول تشکیلات و امور سیاسی اتحادیه معرفی شدند. در تاریخ 9 خرداد بخش جدید سامانه رایزنی علمی با عنوان همت بلند راه اندازی شد. در این بخش مصاحبه‌ای از فارغ التحصیلان و دانشجویان برگزیده و موفق شبه قاره رو ترتیب داد. عنوان این بخش از بیتی از شیخ اجل سعدی انتخاب شده است که همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدند. دانشجویان می توانند با مطالعه این بخش و این مصاحبه‌ها از تجربیات دانشجویان و فارغ التحصیلان موفق شبه قاره استفاده کنند. همزمان با اعیاد شعبانیه و ولادت با سعادت سیدالشهدا امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس و امام سجاد علیه السلام، بخش اطلاعات دانشگاه‌ها و دانشکده‌های معتبر هندوستان راه اندازی شد. کاربران در این بخش می توانند تمامی اطلاعات مربوط به دانشگاه‌های معتبر هندوستان رو به همراه عکس‌های دانشگاه‌ها مشاهده کنند. روز 14 خرداد همزمان با سالروز رحلت جانسوز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خمینی رحمت الله، مراسم و بزرگداشت‌هایی در شهرهای مختلف برای گرامی داشت یاد و خاطره آن رهبر فرزانه برگزار شد. اتحادیه انجمن‌های اسلامی هندوستان نیز طی بیانیه‌ای این روز را به تمامی دانشجویان تسلیت گفت. روز 18 خرداد همزمان با نزدیکی به نیمه شعبان و خجسته میلاد منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر، بخش مجلات و همایش‌های سامانه رایزنی علمی راه اندازی شد. دانشجویان عزیز می توانند با مراجعه به این بخش از کنفرانس‌ها و همایش‌های 6 ماه آینده در هند مطلع شوند. همچنین در بخش مجلات نیز می توانند از معتبرترین و بهترین مجلات علمی هندوستان در رشته خود مطلع شوند. به مناسبت روز میلاد قائم آل محمد نیز در شهرهای مختلف دانشجویان مراسم جشن و سروری رو برگزار کردند. دکتر خسروی رایزن محترم علمی جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره از شنبه 17 خرداد برای پیگیری مطالبات دانشجویان و پیگیری مسائل آنها به کشور عزیزمان ایران سفر کرد. ایشان در این سفر جلسات متعددی رو داشتند. جلسه با دکتر غلامی مدیر کل بورس و دانشجویان خارج، دکتر رستمی معاون سازمان دانشجویی، دکتر وطنی معاونت توسعه و فناوری ریاست جمهوری،
حجت الاسلام و المسلمین نظامزاده نماینده ولی فقیه در آسیا و اقیانوسیه از جمله مسئولینی بودند که رایزن محترم علمی کشورمان دغدغه و مطالبات دانشجویان شبه قاره رو با آنها مطرح کرد. ایشان همچنین در جلساتی با اعضای اداره دانش آموختگان و مدیر کل بین‌الملل وزارت بهداشت نیز مسائل دانشجویان شبه قاره رو با آنها مطرح کرد. با مراجعه به بخش آرشیو سامانه شما عزیزان میتونید مشروع اخبار این دیدارها رو مشاهده کنید. از توجه ویژه شما متشکرم. تا ماه آینده خدا نگهدار.